آقای مریدی، استاد بزرگوار، هنرجوهاتون یه صحبتی با شما دارن. با عرض سلام خدمت تمامی حضار گرامی، تشکر میکنم بابت حضور گرم تمام عزیزان. اینجا خواستم تشکر کنم از دوستم آقای مریدی عزیز که لحظاتی که به هنرجوها آموزش میدادن از دل و جونشون زمان گذاشتن. همچنین خانم رمی عزیزم که بی نهایت بابت مدیریتشون ازشون قدردانی میکنم. شما رو دعوت میکنم به قطعه‌ای که به افتخار این دو بزرگوار آماده کردم. از دوستان داخل سالن دعوت میکنم در صورت تمایل بنده رو همراهی کنن. با تشکر از همگی. دوستان توجه کنید، مهدیس و آنیسا در حقیقت این قطعه رو که میخواد اجرا بکنن، البته مهدیس خانم قرار اجرا بکنه، ایشون قرار نبود کار پیانو انجام بده، ولی به افتخار استاد خودش در چند جلسه بسیار کوتاه، یا 4 یا 5 جلسه قطعه ای رو تمرین کرده و اینو به عنوان سورپرایز تقدیم میکنه به استادش آقای مریدی.